هانی رو ببین چه کرده، همه رو دیوونه کرده. ببینی چقدر زیباست اینجا. ببینید دیگه اینجا همه مارکا رو داره. سلام بچه، خوش آمدین با یک ویدیوی دیگه با از من. و اگه این ولاگ میبینی یعنی اینکه ولاگ عروسی تمام شده و این اولین ولاگ از ما بعد عروسیه. الان تعطیلات تابستانیه و خانواده ما آمده اینجا دیگه. اینجا از طرف کار همسر میه و آمدیم اینجا الان دیگه برای تعطیلات تابستان. اونا از هلند آمدن که الان همگی یک جای باشیم، با ما همراه باشین. بله بچه، و غذایی که جور کردم بادمجان، یکم که سیب زمینی رو سرخ کردم دیگه. قیمه چه میکنه، همه اینا رو خود ما جور کردم. دیگه هم که کوفته گذاشتم گرم شونه و هم وسایلایمو. اینجا شیوید پلویه، این دیگه هم که برنج سفیده دیگه. اینجا غذا جور کردم و ناگفته نمانه که ما برای اولین بار برای این همه نفر غذا جور کردیم. البته اون قدم زیاد نیستیم ولی خب من تا حالا مثلا جور نکرده بودم برای کسی غذا دیگه. بریم که اینجا رو دیتان نشان میدم. اونجا رو که میبینین کلن بیرونه. اینجا آشپزخانه، میتونی درینک پینینک برداری و اینا. و این سمت دیگه هم که دوباره بیرونه. اینجا انقدر بزرگه که دیگه قشنگ میتونه گم شونه، ولی خب فعلا ببینید چه قشنگه. بیام از سالن بعدی و من رو میبینین که بریم که سالن اصلی رو دیتون نشان میدم اگه کسی نباشه. و این هم از این ور شاتو. ببینید چقدر قشنگ و زیباست. بله، این ورم دوباره حیاته دیگه. او سمتم که کلن اتاقا و اینایه. اینجا میتونی بازی کنی، اینجا رو سانسور میکنیم، نگاه نکنید. گرید ببینید چقدر زیباست اینجا. اما اتاقای ما سمت کلن، یعنی اینجا اتاقا دیگه. باز اونا رو بعدا اتاق خودم نشان میدم دیگه. خیلی بزرگه اینجا، نمیتونم همه جا رو براتون نشان میدم دیگه. لحظت ببریم از اینجا با تعطیلاتمان. What is that? ویوره فقط چه قشنگ دیدم شب. داخل از این آب تقریبا بیشتر از 200 ماهیه
ماهیای چی میگن شده؟ از ماهی قرمزای بزرگ ماهی گلی؟ شیرماهی همچین چیزایی نمیدنه؟ شیرماهی؟ آره. و این هم از غذای از ما. منی رو ببین چه کرده، همه رو دیوونه کرده. این هم از چی میگن؟ دسرای از ما با از این ویوی قشنگ. سوار شیم. یوهو. بیا بالا بیا. اون عقبم جونی. شارچ زمان نشه. این شارچ داره بول کنه. همیشه نمونیم. نه یک دفعه برون. اینجا یک گاو گوسفندا بود قدیم. یا؟ آره.
اینده. خب بچه ها ایم از اتاق از مو میبینید اتاق چه خوشگله. و صبح که بیدارشی ویو میره به سمت دریاچه زیبا. نه اشتباه گفتم، آره درست گفتم. دیرید دیگه. خدافظ، گود نایت تا فردا. صبح بخیر بچه ها، خوش آمدین. الان فردای عروضه و صورت من نگاه نکنین چون جوش زده، خیلی وضعیت خرابه دیگه. ما بیدار شدیم بریم یک صبحانه مبانه بخوریم، آماده شیم که میخوایم بریم بیرون. خب بچه ها ما مجبور شدیم اتاق رو عوض کنیم چون این اتاق تقش بزرگتره، ولی خب پس بغل ما اتاقه. ویو همو ویویه. صبح شما بخیر با ویو زیبا. بچه ها اونجا اتاق از مایه. عادیر صدا بزن. عادی میاو. عادی چه کار میکنه؟ بستاق مامان پز دور از دیر شما خواهد میکنه. کجور بخوری کجور؟ کجور نیه بسراقه. ما بودیم بسراق. کجور بچه شما داشتی چی میگین؟ بسراق میگین یا چغور یا کجور؟ دنیا گربه تو این گربه داری گربه میاو اینجا که میبینین یخچاله، صدا به صدا نمیرسه. وسایل رو ببریم. یا بلفظ وایست خب ما بدرشونم بعد. اون نفر میمون میشه مگه بریم 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 درم درم درم. دنیا دنیا من دسمال آوردم بساشار آوردم با Não,
اتاق بود نه باز دنیا مثلا باز پنجره نگاه کرد گفتم ما در پیدا نمی‌کنیم بیرون باید در باور تا دنیا که گفت صبر کن ما خب بچه‌ها ما صبحانه خوردیم الان آماده شدم و دیگه الان میخوایم بریم کم کم سمت یک مرکز خرید که اینجا نزدیکه که بتونیم اونجا کم بگردیم از اونجایی که هوا خرابه با ما همراه باشین. مکان بگیر میتنه اینجا دیگه آمدیم مرکز خرید اینجا بچه ما آمدیم پریمارک خب دنبال لباسم چون که میخوایم بریم دیزنیلند ولی یک دن تیشرت دیزنی میخوام دیگه از اونجایی که هیچ جا دیزنیلندی نداره لباس اینجا رو باید بگردیم اما خب اینا همش چیزه پیجامه داره بگردیم حالا ببینیم چی پیدا میکنیم تیشرت مدل های دیگه نداره اون ورش رو ببینم پیدا کردیم جلوی چشم ما بوده اینا عشق اینو نگاه همین رو میخواستم او مای گاد دنبال میکی بودم اینجور گشاد میخوام ولی خیلی بزرگیش کنم بچه ما دنبال اینجوری بودم تیشرت و پیدا کردم ولی خب چیزای مختلف دیگه هم داره پو داره چیز داره یعنی اسمش رو یاد رفته اینساید اوت دیگه چی داره شیرشا داره پو داره و داستان اسباب بازی هم داره نه استیچ نمیخوام استیچ دوست ندارم میکی موز دوستم داستان اسباب بازی رو داره خود میکی هم داره یه همون میکی نه میدونم او زن چیه میکی موز خود این میکیه و اسمش یک چیز دیگه موز میکی موز میکی موز یعنی موش ما همون رو میخوام صورتی این صورتی رو میگیریم ولی جنس تیشرت از خیلی بهتره اینجا هم هسته اینجا هم استیچ داره چون که فقط یک دفعه ما پشون دیگه آخه این هم باحاله بچه ها یاد شما نره که ولاگ بعدی را حتما نگاه کنین چون که ولاگ بعدی میشه ولاگ اگه گفتین دیزنیلندی از ما پس یاد شما نره که چنل از ما رو سابسکرایب کنی زنگوله رو فشار بدین تا ولاگ بعدی میه بتونین سریع نگاه کنین بچه ها اینجی کلن غذا داره هیچ کدوم از رستوران ها خوشمزه نیه یک دنش بکنم خوشمزه جدید باز شده کوریان باربیکیو داره فکر کنم اون اینجایه که او یکم فکر کنم بهتره ولی بقیه غذاش اصلا خوشمزه نیه خب بچه ها ما اینجا آمدیم اینجا دیگه اوتلته اسم شده اینجا می نویسم اینجا اوتلته همه مارکا هست از جمله گوچی و ورساچی و پرادا و اینا باز و اینجا مثلا میتونین همه چیزها رو با تخفیف بگیرین بچه اینجا دیگه همه مارکا رو داره پرادا و اینا همه مثلا جنس های تخفیفی داره ما الان یک کوچولو استراحت کنیم یک کوچولو نشستن
و دیگه اینجا رو یک دوره بزنیم. خیلی قشنگه. اگه مثلا آمدین نزدیک دیزنیلند و اینا تقریبا بودین حتما برین این سمتا. خیلی قشنگه. مثلا چیزای مارک خیلی ارزون میده. اوتلت میشه دیش گفت دیگه. اینجا اوتلته و نگاه کنیم با هم. اینجا دیگه مغازه دیزل، یعنی مغازه هم میخوای بازشونه دیگه. مکوین و پیانو و اینا همه چی داره. یه سمت بالنسیاگایه. اینجا کلن همه چی داره دیگه. پولو، کلوی، تقریبا اکثر مارکا هستش به جز لوی ویتون و اینا. اینجا دیگه پارکینگه. بریم دنبال ماشینا که راه خیلی دور شده. ببین پارکینگش به همین بزرگی، به همین وسعته. این چی مالی که داخلی بود و پارکینگش جدایه. و مالی دیگه که بود، مرکز خرید دیگه که بود بیرون بود، او هم جلوتره. اگه بخواین دوتاش رو ببینید که باید جلو پارک کنن. ولی اگه بخواین یکش رو ببینید خب میتونید دم پارکینگ خودتون چیز کنین، پارک کنین، راحت تره. ما گذاشتم، بعد دنیا گذاشت، بعد تو گذاشتی. درسته؟ نوبت از من. میخوای نوبت از منه؟ یعنی که اینجوری میشه. ما اول گذاشتیم. ما گذاشتم، بعدی گذاشت، بعد دوباره الان یک دن این تو گذاشتی، نوبت از من. از یک خب بچه‌ها، ما دیگه الان آمدیم خانه. بازی های خورا کردیم، غذای خورا خوردیم، کارمارای خورا انجام دادیم. چرا شلوارم داره اینجوری میشه؟ نگاه، باران در اومه. نمیدونم چرا اینجوری میشه. شلوارم داره لکه میشه. خلاصه دیگه حالا ایسوسو آمدیم اینجا توی حیاط نشستیم، ولی باران شروع شده دیگه. همینجوری زندگی رو به راست داریم لذت میبریم. و یادتونه سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو فشار بدید تا همه ویدیوها، هر ویدیو جدید میذارم برای شما بیاد. و بریم تا فردا که فردا ولاگ دیزنیلند داشته باشیم. تا ولاگ بعدی، خدافظ.